موتور برق بهتره یا پنل خورشیدی؟ از نظر هزینه اولیه، موتور برق هزینه کمتری نسبت به پنل‌های خورشیدی داره. موتور برق هر ماه هزینه نگهداری و سوخت داره، ولی پنل‌های خورشیدی نیازی به نگهداری و هزینه سوختی نداره. عمر مفید موتور برقی 5 الی 10 ساله، اما پنل‌های خورشیدی با بیش از 25 سال برق تولید میکنه. حالا این یعنی چی؟ یعنی ممکنه که شاید پنل هزینه‌اش بیشتر باشه، اما در طولانی مدت هزینه کمتری داره و همچنین نگهداریش در حد صفره و یکی از مهمترین مزیتش اینه که از انرژی پاک تغذیه میکنه. پس موتور برق برای کوتاه مدت انتخاب خوبیه، اما پنل‌های خورشیدی برای طولانی مدت انتخاب معقول و هوشمندانه‌ایه. حالا اگر میخواین بدونین برای مغازه یا کسب کارتون چه سیستم خورشیدی مناسبه، میتونین به ما پیام بدین تا رایگان راهنماییتون کنیم.